سلام بچه، امروز اومدیم با 5 گان برتر این سیزن برای بتل رویال. اتچمنتاشون هم براتون گذاشتم، برید استفاده کنید. اولین گان دیل همیشه جزو بهترین اسنایپا بوده و این سیزن هم مثل همیشه جزو بهترین اسنایپا و در کل جزو بهترین گانای بازی هم هست. این هم از اتچمنتش که نمیشه گفت بهترین اتچمنت، ولی خب سریعه برای اونایی که عادت دارن فست اسکوپ و اینا بزنن، خیلی برای اونا خوبه. اتچمنت در کل خوبیه. خب میریم توی تمرینی براتون تستش میکنم. خیلی خوب. این از دیل خوراک اونایی که فست اسکوپ میزنن. خب بریم سراغ اتچمنت بعدی. گان بعدی BP 50. از وقتی که وارد بازی شده، یعنی اومده داخل بازی، یکی از بهترین گان‌های هر سیزن. این سیزن هم تو بتل خیلی باف شده. میتونید از این اتچمنت براش استفاده کنید. واقعا اتچمنت خیلی خوبی، جزو بهترین اتچمنتاشه. میتونید بردارید و استفاده کنید. من میرم توی تمرین. همه اتچمنت ها رو براتون تست میکنم که خیالتون راحت باشه. اینم از این گان و اتچمنتش. بریم سراغ گان بعدی. گان بعدی کیارمه که یکی از بهترین شاتگان‌های بازیه. بریم برای تستش و اتچمنتش رو یادم رفت بذارم. بعد از تست براتون اتچمنتش هم میذارم. اوکی. خب این از کیارم. اینجا خیلی برداری بیشتر به درد هیپ فایر میخوره. فایرش بیشتر وانشو. ADSش هم خیلی خوبه، فقط هیپ فایرش بهتره. ADS احتمال وانشو کردن میاره پایین. اگه پرک خوبم روش داشته باشیم که میتونی همه رو باش بزن. خیلی خوب، بریم سراغ گان بعدی. اتچمنت کیاره من براتون بذارم که دیگه خب اینم از اتچمنت کیاره. اگه دوست داشتین بردارید و استفاده کنید. اتچمنت خوبیه. خب گان بعدی یه اسنایپ HDR، یکی از بهترین اسنایپ های بازی. واقعا میتونه براتون جای دیل یا توندرا رو بگیره. خیلی اتچمنت و گان خوبیه. اینم از اتچمنتش.
بردارید استفاده کنید. اتچمنت خوبیه. اگه بریم برای تستش. خیلی خوب. اینجا پینگم بابایی بستریم شروع یا گان بعدی. گان بعدی بچه و بهترین گان این سیزن برای بتل مثل همیشه 117. این از اتچمنتش که واقعا اتچمنت خیلی خوبیه. هم ایم اسیستش خیلی خوبه، هم نقطه زنه، میتونه از هر رنجی باش انمی ها رو بزنید. بریم برای تستش هم بذاریم و خیلی خوب. این هم از اتچمنت. این هم رفت در دیوار بسید. یه انمی ثابت بذارم که نقطه زنش هم ببینم. خیلی خوبه بچه. فقط این گانا نیست، هر اتچمنتی هم که دوست داشتید کامنت کنید براتون بهترین اتچمنتش میذارم. خب اینم از اتچمنت آخر. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا اینجا دیدین. سابسکرایب فراموش نشه. خیلی ممنون. خدا